من زن همین که دارم تو خیابون راه میرم مجرمم. نه طبق این چیزی که شما نداشتید. اصلا اینطوری نیست. چرا اصلا نیست؟ اینطوری شما از اگر موی من، از صدای من، از بدن من، همه چیز من جرمه. نه اینطوری نیست. اگر گوش بدید چطور در من خشم رخ نده؟ چطور دچار تعارض نشم؟ وقتی کاریو میکنم که بهش باور ندارم. چرا آقایون خیال میکنن که از باقی کشورهای مسلمان ترن؟ اینو به من جواب بدین. هیچ کشور مسلمانی پیدا نمی‌کنید که التزام به حجاب داشته باشه به این شکل. خانم محترم، یعنی شما الان یک کشور به من همون لبنانی که شما سنگش رو به سینه میزنید، همون سوریه‌ای که دارید میگید، همون کشورهایی که دارید ازش سر میزنید. اسلام ناب محمدی که بر پایه مهر و محبت و بخششه کجاش آورده در طول تاریخ اسلام؟ یک جا به من نشون بدید. اگر تو حجاب نکنی میری حبس. بله. باید نمیدونم جریمه 15 میلیونی 10 میلیونی پرداخت. کجای تاریخ اسلام همچین برخوردی شده؟ آخر ما نفهمیدیم این قانون شما طبق چیه؟ یه بار میگی قانونه، یه بار میگی فقه، یه بار میگی شرعه، یه بار میگی عرفه. دقیقاً چیه؟ یا یه سری کارشناس اومدن نشسته حرف زدن، شما میگید بیشتر از 200 نفر بودن، میگم خانوم بوده توشون، میگید بله بوده. کو؟ چرا ما نمیبینیم؟ چرا ما نمیدونیم؟ ما مشکلی که با این سیستم داریم اینه که مبناش بر اجبار، بر زوره.